فرمان جهاد آیت الله خمینی به نیروهای مسلح ایران برای حمله به احزاب کردستان بود. پس از این حمله کردستان ایران سالها شاهد جنگ‌های خونینی بین نیروهای مسلح ایران و مخالفان کرد بود. ژیار گل در این باره گزارشی داره. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برخی از احزاب کردستان ایران خواهان خودمختاری بودند. ما در پیروزی انقلاب ایران سهیم بودیم. ما برای تمام ملت ایران دموکراسی می‌خواهیم و برای مردم کردستان خودمختاری. شورای انقلاب هیئت ویژه‌ای برای حل اختلافات میان احزاب کرد و دولت انقلاب تشکیل داد. نام آن هیئت ویژه حسن نیت دولت بود و سرپرستی آن را داریوش فروهر بر عهده داشت. قابل سازش به هیچ وجه باشد. مأموریت این هیئت با پیام جهاد آیت الله خمینی علیه احزاب کرد در مرداد ماه سال 1358 به پایان رسید. نیروهای مسلح به شهرهای کردستان حمله کردند و در درگیری‌هایی که سالها ادامه داشت صدها نفر از دو طرف جانشان را از دست دادند. بعد از 30 سال به دیدار اولین رئیس جمهور و فرمانده پیشین کل قوای جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی سعد در پاریس رفتم. آقای بنی سعد میگوید اگر فرمان جهاد آیت الله خمینی و تندروی حزب کومله نبود، دولت او میتوانست مشکل کردستان را از طریق مذاکره حل کند. آقای خمینی اولا او نمیخواست حل بشه. به قول حزب دموکرات در سنندج کومله جنگ افروزی کرد. جنگ افروزی کومله. پس جنگی بود. گفتم کردستان را از شر این گروه رها کنید. بعد از پیروزی انقلاب ایران اولین انتخابات شوراهای محلی در کردستان برگزار شد و مدتی کردستان توسط احزاب محلی اداره میشد. حمله به گروه‌های چپ و لیبرال در سایر نقاط کشور بسیاری از این احزاب مخالف را به کردستان کشاند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب تا به امروز احزاب مخالف کرد را وابسته به کشورهای بیگانه دانسته و آنان را به تزیه طلبی متهم می‌کنند. 30 سال پیش در چنین روزی آیت الله خمینی فرمان جهاد به نیروهای مسلح ایران برای جنگ با احزاب کردستان را صادر کرد. در 30مین سالگرد این حادثه جمعی از ایرانیان مقیم لندن در برابر تلویزیون فارسی BBC جمع شدند و به این حادثه اعتراض می‌کنند. اعتراض در ادامه حمایت از این اعتراض عمومی مردم کردستان است به کلیت جمهوری اسلامی. اگرچه امروز احزاب مخالف کرد مبارزه مسلحانه را کنار گذاشتند و خواسته‌هایشان را از خودمختاری به فدرالیسم در ایران تغییر دادند. بعد از 30 سال سیاست‌های دولت کنونی در قبال مسئله کردها تغییری نکرده است. ژیار گل، BBC، لندن.